پروردگارا تو ذات کریمی، تو ذات رحیمی، تو ذات مهربانی. پروردگارا جوانان عزیز تاجیکستان را در پناه و عصمت خود داشته باش. پروردگارا اونها به خاطر تو و به خاطر دین تو و به خاطر رضای تو همکاری کردند. پروردگارا تمام آرزوهایشان را بر آورده خیر بگردان. یا ربا، یا کریم، یا رحیم، یا الله. پروردگارا فرزندان سالم و صالح و مصلح نصیب برادران عزیز تاجیکستانی ما بگردان. پروردگار اونها در کشور غربت قرار دارند، در روسیه قرار دارند. خدایا در اونجا تو را عبادت میکنند. خدای آنها را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا تو از آنها راضی شو. پروردگارا تو اونها را به طرف صلاح و هدایت سوق بده یا رب العالمین. پروردگارا پدر و مادرشان را حفظ بفرما. پروردگارا اونها را از همه آفات و بلیات و مصیبتها در پناه و عصمت خود داشته باش. پروردگارا اونها به خاطر تو و به خاطر رضای تو به من محبت کردند. خدایا این محبتها را در صحرای محشر به روز قیامت همه ما را به خاطر این محبتهای خدایی به زیر عرش خود جای بده. پروردگارا همه ما را در روز قیامت در کنار هم قرار بده که همه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و همراه پیامبر با این برادران عزیز و بزرگوار تاجیکستانی وارد بهشت رب العزت و الجلال بشیم. پروردگارا تو از این برادران عزیز ما راضی باشه. پروردگارا قبول درگاه خود بگردان. پروردگارا من هم آنها را دوست دارم، آنها هم مرا دوست دارند. خدایا این دوستی و محبت را به خاطر خود قبول بفرما یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتك استغیث و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.